خانه با درجه عالی ремонт کرده که. سلام علیکم دوستان عزیز، باز یک خانه فروشی در مرکز ناحیه جوادین بلخی، یعنی که کلخوزآباد. دوستان عزیز اینجا بازار بهار نزدیک است. خلاص در همین دو مال میشه دوستان عزیز. ششم آشیانه 80 کвадрат با تمام شرایطش. قطعا دوستان عزیز ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید. خانمون ششم آشیانه از طرف قفای دام میشود دوستان عزیز. اینجا پردیس باشد. اینجا قفای دام ششم آشیانه دوستان عزیز 4 تا تریزه دارد. از همین قفای دام است. اینا دوستان عزیز айпадес در آمدیم. مقصد که در اینجا با داتچیک دیویژنال لامپشکو هست. اینا هر یک آدم با چیپ دارد. لیف قطعی از میبریم. ششم اتاج میبریم دوستان عزیز. خب اینا شد. خلاص لیف در آمدیم دوستان عزیز. چیپ میمونیم. ششم آشیانه میجا میبریم میریم داخل. خب این لیف برای آدم‌ها گرزوین لیف نیست. تا 630 کیلو بمانه می‌برداره. هر یک خانه با خیرم دو تا یا سه تا میتونه. هم خیلی چی. بمانه در آمده استقامت کرده رفته میگیره. 100% 24 ساعت سویت کار میکند. دوستان عزیز لیف برآمدیم. لیسنس هم دارد. مقصد که اینا خانمان 80 کвадрат دوستان عزیز با تمام شرایطش قطعی باز می‌داریم. ایالا نشون میدیم. خانه با درجه عالی ремонт کرده که. خلاص این اینا با شکافچه‌اش موندگی. یورو монтаж دوستان عزیز. همش قویدوی لیستروش ایالا تماشا میکنید. میدونید زندگی میکنید. کانسینه گیرونه 24 ساعت سویتای گرم که یونباش کردن گیرید. این پر تاشته اینا فسفورتن کافل موندگی وقتی که سویت رو کشتین خودش اتراجاتر گیرون کردن میساد. اینا خانمون دوستان عزیز تماشا کنید. خب اینجا حاجتخانه، حمام، کوخنی، спальня میشود و زال. حاجت ای زال سر میکنیم. اینا کاتالوگ رو تماشا میکنید دوستان عزیز. ای زال سر میکنیم. خالینوش ببینید. خب ایسو باشد چه باشد спальня. وزیر ایزال سر میکنیم دوستان عزیز. در همین خانه چیزی باشه همش میستاد. تماشا کنید زالا. اینا دوستان عزیز ششم آشیانه. در اینجا کانسینر هم هست، спальня هم هست، کوخنی هم هست. اینا دوستان عزیز تماشا کنید. قالینای با درجه عالی موندگی. در اینجا یک تا تریزه داره. اینا پرداش دوستان عزیز. خلاص این پره اینا تریزه دارد. مقصد ششم آشیانه. زالا دیدین دوستان عزیز با درجه عالی. انا اکنون طرفی спальня میزگریم دوستان عزیز. خانه گرم مکک یوم باش کردن میشینید. رازید گوش قویدوی دراش همش یخیل است. تماشا کنید دوستان عزیز. کلچاتورش نگاه کنید. یوروپیسکی چوتکی خدا خواهد. این پارامتریم دوستان عزیز اینجا спальня است. تماشا کنید ایالا. در این پاره کانسینر موندگی یک تا تریزام داره. در این پاره میبروش همه چیز جونش میشه. همین در خونه چیزی دیدید همش میشه دوستان عزیز. 80 کвадрат. این پاره اینا پیچکا پلیتا موندگی. کانسینر گیرون کنید میشه. پیچکا گیرون کنید میشه. 24 ساعت سویت. انا کنید دوستان عزیز این پاره حاجتخانه. قویدوی در روشنی کنید همش یخیل است. ایستو باشد حمام است. نمیشه جورش قطعی همش میشه دوستان عزیز. قویدوی زندگی کرده میگیریم. اکنون باشد اینجا کوخنی است. حاضر کوخنی هم نشون میدیم. اکنون باشد کوخنیش نشون میدیم دوستان عزیز. تماشا بکنیم ایالا. این پاره اینا کوخنی دوستان عزیز. دوستان سوشتگی جو کانسینر هم دارد اینجا. اینجا شفالرش. این پاره اینا یک تا تریزه دارد. دو تا تریزه کوخنی دو تریزه دارد. اینا روانی کوخنی گاردیتور. و تمامی شرایطش هست دوستان عزیز. بیمار زندگی کردن میگیریم. این پاره اینا ششم آشیانه بود. هوای تازه هم خیلی دوستان عزیز. انا اکنون نرخش باشد دوستان عزیز 680,000 سومانی. انشالله با معامله دارد. ششم آشیانه 80 کвадрат دوستان عزیز با درجه عالی. توپلی پول ندارد که دوستان عزیز. مقصد که به معلوم فیلتر کاندیشنر مانده خانه را گرم کردن میگیریم. به تشویش داخل دوستان عزیز. خانه را خودتون بها دید چقدر خراجات کردگی اند. رازیدگوشون ماشین مونده یورو монтаж. خانه را یک بار دیگه هم که نشون داده گپ زدن میگیریم. خانه را دوستان عزیز خودتون بها دید چقدر است. فکر کنید در کامنت نویسید. 680,000 سومانی.